فایل اکسلتون باز کردی میخوای کار کنی، میبینی رمز داره، اشکال نداره. الان بهت یاد میدم که چطور رمز فایل اکسل رو برداری. برو فایل اکسلتو پیدا کن و روش کلیک راست کن و رینیمش کن. اسم فایل رو نمیخواد تغییر بدی، فقط پسوندو که XLSX هست رو پاک کن و به جاش کلمه رر رو بنویس. با این کاری که کردی فایلتو از اکسل به فایل فشرده تبدیل کردی. حالا فایل فشرده تو باز کن و پوشه XL رو باز کن. تو پوشه XL پوشه ورکشیت رو باز کن. بعد از اون یه فایلی داری به اسم شیت وان، بیا همون فایلتو با نوتپد بازش کن. حالا وارد محیط نوتپد که شدی، حالا بیا با کنترل F توی این فایل بگرد دنبال کلمه پروتکشن. وقتی که پیداش کردی پنجره فایندتو ببند و با بک اسپیس کلمه پروتکشن رو پاکش کن. در آخر باید فایلتو ذخیره کنی و ببندیش. حالا فایلی که پسوندش رو رر کرده بودی رو دوباره تغییر نام بده و پسوند قبلی خودش رو بهش برگردون، همون پسوند XLSX رو منظورمه. حالا وقتی که پسوند رو تغییر دادی برو وارد فایلت بشو، ولی این بار دیگه خبری از پسورد نیست و تو دیگه راحت میتونی از فایل بدون پسوردت استفاده کنی. امیدوارم از این آموزش به خوبی استفاده کنی. ذخیرش کن و بفرست واسه دوستات که دیگه هیچ پسوردی مانع کار اونا نشه.